وقتی که یکی از برنامه های این نشست موضوع افغانستان است، زمانی که افغانستان حضور فیزیکی نداشته باشد طبعا آدم در شک میفته که این در رابطه با افغانستان به خیر افغانستان نخواهد بود، بلکه به ضرر افغانستان شاید تمام شود. به طور مثال در این اواخر شما میفهمین که روزها بیشتر نگران افزایش فعالیت های گروه داعش در افغانستان هستند و این گروه داعش هم طبعا از جای مدیریت میشه و داخل افغانستان و از طریق افغانستان باید به خاک روسیه سرایت بکنه و همچنان چین در این مورد نگرانی خود داره. بناهن در اینجا داد و ستود صورت میگیره. به طور مثال پاکستانی ها هم نگران از این هستند که بخشی از طالبان داره از زیر ادارهشون بیرون میشه، در چنگ روسا میافته یا روسا به عنوان ابزار میتونه اونها را استفاده بکنن. حالا پاکستان احتمال داره در این نشست به کشور روسیه و همچنان برای چین اطمینان بده که موجودیت داعش در افغانستان شاید تهدیدی برای شماها نباشد. اینا یک ابزاری هستند که توسط پاکستان استفاده میشه در افغانستان به خاطر که پاکستان بتونه منافع خود دنبال بکنه. این آقای سعادت البته برداشت ما آقای سعادت این برداشت شماست، منتها برگزار کنندگان این نشست گفتن که 2-3 دفعه نشستی مثل این برگزار شده بین پاکستان، چین و روسیه، موضوعات مختلفی در اونها بررسی شده. این دفعه یکی از موضوعات افغانستان، مثلا گفتن حتی در مورد ایران هم صحبت میکنن. بنابراین یک نشست اختصاصی درباره افغانستان نیست که از افغانستان دعوت بشه. خب اگر نشست اختصاصی هم نیست، وقتی که روی موضوع افغانستان بحث صورت میگیرد، حداقل حکومت افغانستان در جریان قرار بگیره و نمایندهشون باید اونجا نماینده افغانستان حضور داشته باشه که باید بفهمند که در این نشست در رابطه با افغانستان در کدام زاویه‌ای صحبت صورت میگیره و چه شنودهای و یا چه گفتگوهایی داره جریان داره. اگر افغانستان حضور نداشته باشد در رابطه با افغانستان صحبت صورت بگیره، طبعا شک تردیدهای وجود خواهد داشت که این صحبت ها چه خواهد بود و در کدام راستا صحبت صورت گرفته و هدف از این صحبت ها چیست و بالاخره کدام برنامه را دنبال میکنن. و این حق افغانستان است که هم این نوع نشست ها را رد بکنه و هم مثلا این را مایه نگرانی خود بدانه. هنوز البته نتیجه این نشست معلوم نیست. آنچه که در اون جمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت روشن نشده. مشخص ترین نگرانی چی هست که از همین حالا توسط شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و همینطور توسط دولت افغانستان مورد سوال قرار گرفته؟ دلیل این نگرانی و بدبینی چیه در حقیقت؟ خب دلیل بدبینی، ببینیم ما هر نشستی که باعث صلح و ثبات در افغانستان شود ما از او استقبال میکنیم، در صورتی که حکومت افغانستان در جریان چین نشست‌ها بوده باشه و این نشست‌ها هو به هو باید حکومت افغانستان را پیگیری بکنه. اگر نشست‌های در غیاب حکومت افغانستان دایر می شود و حکومت اصلا در جریان قرار نمیگیرد، طبعا شک تردیدهای وجود داره و یکی از شک تردیدهایی است که شاید کشورهایی که در قضیه افغانستان داخل هستند، مثلا پاکستان، این اطمینان به کشورهای مثل چین و روسیه بده که داعش به ضرر شما نیست. اگر شما هر نوع موضع گیری بر ضد داعش بکنین، ما در حقیقت اونمو ابزاری که پاکستان میخواد استفاده بکنه شما او را از بین میبره. این میخواد که مو ائتلاف خدا یا امو قوت خدا یا مثلا نگرانی که او کشورها در رابطه با داعش داره او را مرفوع بسازه و تا بتونه از ابزار به نام داعش یک قطعه جدیدی را استفاده بکنه به ضد نظام و به ضد حکومت افغانستان و به ضد مردم افغانستان. چون طالبان حالا دارن آهسته آهسته از زیر چتر یا زیر سیطره پاکستان خارج میشن به چند دلیل. یکی که یه بخشش را روسیه در اختیار گرفته، بخش دیگه هم در گفتگو با حکومت افغانستان و بخش دیگه هم که باقی مانده به یک پارچه نیستند، یعنی به چندین گروه و چندین پارچه تقسیم شدن و حالا خوبترین ابزار برای پاکستان که بتونه نفوذ خود داشته باشه داعش است، در صورتی که بتوانند نگرانی های چین و روسیه را در این راستا مرفوع بسازند. خیلی آقای سعادت کوتاه اگه بگید ممنون میشم. آیا فکر نمی کنید که بخشی ممکنه
بشه وزارت خارجه دولت افغانستان رو در اینجا مقصر دونست، به خاطر اینکه شاید اگر مثلا دیپلماسی فعالتری در پیش گرفته میشد این نگرانی های شما ممکن بود که بهش رسیدگی بشه؟ خب طبعا متاسفانه دیپلماسی افغانستان در طول 16 سال یک دیپلماسی ناکام بوده و او دیپلماسی را که شرایط و وضعیت افغانستان ایجاب میکرد در طول 16 سال ما نداشتیم. یکی از بخشایش هم است که باید دیپلماسی افغانستان فعال می بود بدون از اینکه سوی زن و سوی نیتی به وجود بیاد بین حکومت افغانستان و برگزار کننده جلسات. ایرا قبل از قبل امی تشویشا رفع میشد. منتها تا زمانی که وضاحت داده نشود ما فکر میکنم تشویشا وجود داره.